درود به شما همراهان عزیز. امروز قراره پیرو مباحث قبلیمون که بحث تصمیم گیری بود، مدل های دیگه از تصمیم گیری رو با هم بحث بکنیم. اولین مدل هزینه فایده هستش. بررسی سود و زیان هر گزینه و انتخاب گزینه‌ای که بیشترین سود نسبت به هزینه رو داره. هر انتخابی هزینه‌ای داره و فایده‌ای. این مدل کمک میکنه ببینیم کدوم گزینه بیشترین فایده و کمترین هزینه رو داره. مثال، قبل از خرید نرم افزار جدید برای تیم، مدیر آیتی هزینه خرید و آموزش رو در برابر مزایای بهره‌وری ارزیابی میکنه. یا یک نفر میخواد ادامه تحصیل بده یا وارد بازار کار بشه. هزینه‌های هر مسیر رو و سود احتمالیش رو میسنجه. یا شرکت بررسی میکنه که آیا تبلیغ در تلویزیون به اندازه هزینه‌اش بازدهی داره یا نداره. مدل بعدی تصمیم گیری مشارکتی هستش. درگیر کردن اعضای تیم یا افراد ذی‌نفع در تصمیم گیری. گاهی بهترین تصمیمیه که با مشارکت دیگران گرفته میشه. یه شرکت رو فرض کنید در حالی که طراحی محصول جدیدی انجام داده و از تیم فروش، پشتیبانی و طراحی بازخورد میگیره تا بهترین نسخه محصول رو بسازه. یا توی یک خانواده درباره مقصد سفر تابستونی تصمیم میگیرن. همه اعضا نظر میدن و یک گزینه مشترک انتخاب میکنن. یا تیم محصول با مشورت تیم فروش، پشتیبانی و بازاریابی تصمیم میگیره چه قابلیت‌هایی رو به نسخه جدید نرم افزار اضافه کنه. مدل بعدی مدل 10-10-10 هست. پیشبینی حسمون نسبت به تصمیم بعد از 10 دقیقه، 10 ماه و 10 سال. یکی از جالب‌ترین مدل‌ها همین مدله که باید از خودمون سوال بپرسیم. اگر این تصمیم رو بگیرم تا 10 دقیقه چه حسی دارم؟ تا 10 ماه و تا 10 سال دیگه چه حسی خواهم داشت؟ مثال، فردی درگیر یه رابطه ناسالمه. با این مدل از خودش میپرسه اگه الان جدا بشم 10 دقیقه دیگه چه حسی دارم؟ 10 ماه دیگه چی؟ 10 سال دیگه چی؟ یا کسی وسوسه شده وارد یه رابطه عاطفی ناسالم بشه. با این مدل متوجه میشه در بلند مدت آسیب میبینه و عقب نشینی میکنه زودتر. یا یه فرد شغل فعلیشو دوست نداره ولی با فکر کردن به تأثیر این تصمیم در 10 ماه و 10 سال آینده تصمیم به استعفا میگیره.